پس یکی از مسائلی که بسیار خطرناک است و در وطن ما شما به خاطر چی خطرناک است که ما حتی در برنامه مساجد خود از خلاصه شروع میکنیم، از حافظ شروع میکنیم، از سعدی شروع میکنیم. قرآن شریف از روی که خواندیم خلاص شد. بعد از چی خواندیم؟ میگه والا صاحب حافظ خواند، پنج خواند، خلاصه خواند، قدوری خواند، منیه خواند، کنز خواند. سر خود ما میتشم. من نمیگم که قدوری و کنز و منیه و کتابای فقهی خواند، لکن یا اصول دین نیستند، فروعات دین است. اصول دین چی است؟ عقیده هست. اول باید برای اولاد خود آدم از کجا شروع بکنه؟ از عقیده. اول باید برش الله معرفی شد. اول باید الله را معرفی شد.